در این قسمت می‌پردازیم به معرفی ابزارهای مورد نیاز کار فلز و چوب. در اولین قدم یه دستگاه جوش خیلی خوب نیاز داریم برای که پایه و اساس کار ما حساب میشه. از ما مارک ویوارکس هسته که به همراه اتصال و انبر جوش که روی کارخونه روی دستگاه میذاره. در دومین قدم یه مینی سنگ خوب نیاز داریم که چندین کار متفاوت برای ما انجام میده. در اولین قدم صفحه برش که برش قطعی برای ما انجام میده و استیل برم هست. در دومین حالت صفحه صاف هسته که قبل از رنگکاری ما جوشا رو صاف میزنیم که این سطح صیقلی و صافی به ما بده. در سومین قدم صفحه برش چوب هسته که روش نصب میشه و چوب برش میده. در چهارمین حالت صفحه فلاپ سوماده چوب هسته که اینم استفاده میشه برای چوبای سبکتر و فلاپ سوماده ریز برای پرداخت آخر روی چوب که در آخر روی این مرحله روی چوب چی بزنیم؟ جلا بزنیم و این کار خیلی براق قشنگ به ما میده. در مرحله آخر که دستگاه مورد نیاز ما هسته یه گریل خوب نیاز داریم که بشه باهاش سوراخ‌کاری و پیچ‌کاری انجام بدیم هم برای چوب هم برای فلز. و یه میز و این سطل مورد نیاز هم سطل ابزار هم نیاز داریم که بشه قلم مورد نیاز قلم 3 انجام داخلش بذاریم، چکش دیگه اصلا خدمت شما گونیا و تراز، دستکش کار و یه سری وسایل‌های کوچیک که داخلش جا میشه.